عملیاتی برای شناسایی و دستگیری باند حرفه‌ای قاچاقچیان اشیاء عتیقه و تاریخی در اصفهان. بگو پیدا شده. قاچاقچیان اشیاء تاریخی قصد داشتن این اشیاء را از کشور خارج کنند که با هوشیاری عوامل پلیس شهرستان شهرضا و همچنین عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان این اموال همونطوری که در تصویر مشاهده می‌کنید اقلام بسیار زیادی کشف بیش از 130 شیء تاریخی که رصد اطلاعاتی اون برای به دام انداختن قاچاقچیان در شهرهای مختلف 3 ماهی طول کشید. چندین نقطه این قاچاقچیان قصد داشتن که این معامله انجام بده که ما به صورت سوری وارد معامله شدیم. امروز آخرین نقطه‌ای که قاچاقچیان به ما آدرس دادن در شهرستان شهرضا. قاچاقچیان با حضور غیرقانونی در اماکن تاریخی و قبور باستانی اقدام به حفاری و سرقت این میراث کهن می‌کردند. با تدابیری که داشتن به افرادی که خارج از کشور هستند به فروش می‌رسوندند. به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسوندند. آنطور که میگن سرمایه‌داران کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتریان پراپاقرص این اشیا هستند. قاچاقچیان اشیاء تاریخی بدانند که در سراسر کشور توسط یگان حفاظت و سایر نهادهای امنیتی رصد خواهند شد. در این عملیات 2 نفر دستگیر و 1 خودرو توقیف و ضبط شد. حالا قرار این اشیا برای تعیین قدمت و مشخص شدن ارزش تاریخیشون تحویل کارشناسان میراث فرهنگی استان اصفهان بشه. محمد حسین مهمانپوش، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهرضا.